پناه بردن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه زهرا رضی الله عنها. از حدیث شریف کسا ما مطالب زیادی می آموزیم، به چند تاش اشاره می کنیم. از نکات ظریف در حدیث کسا این است که وقتی پیامبر احساس ضعف می کند به حضرت زهرا پناه می برد. یعنی ما هر وقت احساس ضعف کنیم باید بدونیم کجا باید بریم. هر وقت احساس ضعف کردیم، وقتی ما فاطمی هستیم، پیرو صدیقه طاهره هستیم، وقتی ما محبین فاطمه زهرا هستیم، وقتی ما برای حضرت زهرا مجلس تشکیل میدیم، وقتی برای حضرت زهرای مرضیه در ایام شهادت مشکی میپوشیم، وقتی برای حضرت زهرا تشییع جنازه نمادین میکنیم، لازمش این است هر کجا به مشکل افتادیم یک سره بریم در خانه حضرت فاطمه زهرا، چنانچه پیامبر شخصا وقتی که به احساس ضعف در جسم شریفشون داشتن به حضرت زهرای مرضیه پناه بردن. جناب حجت الاسلام، چگونه به خودت اجازه می‌دهی این گونه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اهانت بکنی؟ در کجای حدیث کسا آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت احساس ضعف به حضرت فاطمه زهرا پناه بردند و کدام لفظ حدیث اجازه چنین شرکی را به شما داده است؟ آموزه قرآن کریم و ائمه علیهم السلام به ما این است که در وقت احساس ضعف و مشکلات فقط به الله متعال پناه ببریم و در درگاه او تضرع بنماییم و الله سبحانه و تعالی همان خالق بی‌نیازی است که مخلوقات در سختی و مشکلات به او پناه می آورند. الله متعال می فرماید: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر الله به تو زیانی برساند کسی غیر از الله نمیتواند آن زیان را از تو دور کند و اگر به تو خیری برساند وی بر هر کاری تواناست. و در صحیفه سجادیه دعای شماره 20 روایت شده است که امام زین العابدین علی ابن حسین فرمودند: اللهم اجعلني أسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك. بار الها چنان کن که به هنگام نیاز از تو یاری بجویم و به هنگام مسکنت به درگاه تو تضرع و زاری کنم و مرا میازمای و به چنان وضعی مبتلا مکن که به هنگام مشکلات و در تنگنا افتادن از کسی جز تو یاری بجویم و به هنگام بینوایی به پیشگاه کسی جز تو فروتن شوم و به هنگام ترس در برابر کسی جز تو تضرع کنم و بدین وسیله مستحق خواری و محرومیت و روی برتافتنت گردم. جناب حجت الاسلام، این عقیده توهین آمیزی را که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت می دهید حتی مشرکین مکه هم باور نداشتند، چون در وقت مشکلات به الله متعال پناه می بردند. اما شما می گویید هر کجا به مشکل افتادیم یک سره بریم در خانه حضرت فاطمه زهرا. الله متعال می فرماید: وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. هر نعمتی که دارید از سوی الله است و چون زیان و آسیبی به شما برسد تنها او را می‌خوانید و آنگاه که آسیب و زیان را از شما دور می‌کند باز هم برخی از شما به پروردگارشان شرک می‌ورزند.